صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطى. به قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب. اگر انصاف را در مورد صحیح بخاری رعایت کنید، میگویید باید این کتاب را با آب طلا نوشت. این کتاب هدایت و گمراهی را از یکدیگر تمییز داده است و همچون سد و مانعی است در میان سود و زیان. به وسیله این کتاب میزان و معیار دین پیامبر قائم و استوار گشته و پس از عرب عجم‌ها نیز مدیون آن هستند. خداوند متعال همانگونه که از قرآن حفاظت کرده و می‌کند، از سنت نیز حفاظت نموده و برای حفاظت از سنت به امامان و محدثینی همچون امام محمد ابن اسماعیل بخاری و مسلم ابن حجاج نیشابوری و دیگران این توفیق بزرگ را عنایت کرده است و برای آنها اسباب و عواملی را فراهم نمود که آنها را در این کار یاری کند. آری حکمت پروردگار چنین بود. در این کلیپ به بررسی قبول روایات، شروط آن و سفرهای امام بخاری برای طلب حدیث خواهیم پرداخت. ابتدا شروط قبول روایات. امام بخاری رحمت الله علیه برای قبول روایات شروط بسیار سخت و دشواری گذاشته بود که برخی از آنان عبارت است از: 1. راوی باید ثقه و مورد اطمینان باشد. 2. راوی ثقه نیز باید از شخص ثقه و مورد اعتمادی روایت کرده باشد و از ابتدا و تا انتهای سند باید راویان همگی ثقه باشند. ثقه به راوی میگویند که هم عادل باشد و هم از قدرت حفظ و ضبط خوبی برخوردار باشد. اما نزد امام بخاری تنها ثقه بودن راویان شرط نیست، بلکه 3. باید هر شخص با کسی که از او روایت می کند ملاقات کرده باشد و از او شنیده باشد، یعنی دیدار و یا شنیدن باید ثابت باشد. 4. روایت باید از شذوذ و علت قادحه مصون باشد. همکنون از طریق نقشه جغرافیایی به بیان سفرهای امام بخاری برای طلب حدیث خواهیم پرداخت. این نقشه تقریبی است و میان اهل علم و اهل سیر در مورد مسیرهای سفر امام و مدت زمان اقامت ایشان در هر سرزمینی اختلاف جزئی وجود دارد. امام بخاری رحمت الله علیه در ابتدا در سرزمین خود یعنی بخارا شروع به فراگیری حدیث نمود و احادیث را در بخارا از اساتید خود فرا گرفت. سپس از بخارا به بلخ رفت تا با علمای آن دیار دیدار کند. فاصله بخارا تا بلخ تقریباً 600 کیلومتر است. سپس با طی کردن حدود 800 کیلومتر بلخ را به سوی مرو ترک نمود. سپس از مرو به نیشابور رفت و مسافتی حدود 140 کیلومتر را طی نمود. سپس از نیشابور به ری رفت، مسافتی در حدود 760 کیلومتر. سپس مسافتی در حدود 985 کیلومتر را طی نمود و به واسط رسید و از آنجا با طی کردن مسافتی در حدود 365 کیلومتر به بصره رفت. پس از آن مسافتی در حدود 360 کیلومتر را طی نمود و به کوفه رسید. سپس حدود 164 کیلومتر را طی کرد تا از کوفه به بغداد رسید و از بغداد راهی مدینه منوره شد و حدود 1530 کیلومتر را طی نمود. از مدینه با طی کردن مسافتی در حدود 435 کیلومتر عازم مکه شد و از مکه به جده رفت و 70 کیلومتر را پشت سر گذاشت و با طی کردن راه دریایی به مسافت 130 کیلومتر از جده به ایزاد رفت و از ایزاب راهی فستاد شد و مسافت 1080 کیلومتری را پشت سر نهاد. سپس از فستاد راهی اسقلان شد، مسافتی در حدود 500 کیلومتر و از اسقلان با طی کردن حدود 118 کیلومتر به قیصریه رفت. سپس
با پشت سر نهادن حدود 400 کیلومتر قیصریه را به مقصد دمشق ترک نمود. سپس مسافتی حدود 915 کیلومتر را طی نمود و از دمشق به بغداد رفت. آنگاه از بغداد راهی سرزمین خود یعنی بخارا شد. مجموع مسافتی که امام بخاری رحمت الله علیه از لحظه خروج از بخارا تا وقتی که بدان بازگشت حدود 14,000 کیلومتر بود. ایشان بخشی از این مسافت را با پای پیاده و بخشی را سوار بر مرکب طی نمود. امام بخاری رحمت الله علیه نزدیک به 16 سال از عمر مبارک خیش را در سیر و سفر علمی گذراند و هزاران کیلومتر را طی کرد و از شهری به شهر دیگر رفت تا اینکه کتاب حدیث خود را از اساتید و راویان برای ما روایت کند. امام بخاری رحمت الله علیه بعد از این سفر علمی این کتاب را بر علما و اساتید بزرگ و بزرگترین حافظان سنت و امامان دین در عصر خیش عرضه نمود. امامانی همچون احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین، علی المدینی و دیگران. علما و اساتید و حافظان سنت کتاب ایشان را مطالعه نمودند. سپس امام بخاری را امتحان نمودند و نتیجه این شد که این علما کتاب امام بخاری را تحسین نمودند و بر صحت و درستی این کتاب گواهی دادند و تنها در 4 حدیث بر ایشان نقد وارد کردند، یعنی چیزی کمتر از 1/1000 کتاب ایشان. به علاوه نقد این علما نقدی عالمانه بود و مستند به علم حدیث و بنابر همان شروط بسیار سختی بود که امام بخاری برای نقل احادیث مد نظر قرار داده بود. آنها احادیث امام را از این منظر بررسی کردند که آیا با شروط امام سازگاری دارد یا خیر، نه اینکه ببینند آیا این احادیث موافق عقل و اندیشه آنان است یا خیر. با این وجود امام بخاری پس از اینکه علما کتابش را مورد بررسی قرار دادند چندین مرتبه به کتاب خود رجوع کرده و تجدید نظر نمود و صحت و درستی این کتاب را تضمین نمود. در نتیجه این عمل امام بخاری حاصل یک تلاش فردی نیست، بلکه نتیجه یک تلاش گروهی است و مستند به معیارها و استانداردهای بالای علمی است و با دقت و تخصص شگرفی انجام شده است. باید گفت امام بخاری معصوم نبود. هیچ یک از ما نیز چنین نخواهیم گفت، بلکه ایشان در زندگی روزمره خیش گاهی هم اشتباه می کرد. نه اینکه امام بخاری معصوم باشد و از کمال ذاتی بهره‌مند باشد، بلکه به خاطر کمال منهج و روش امام بخاری است که او را از اشتباه مصون می دارد.